یه سفر 2 روزه با وسایل خیلی کوچولو. اول از همه با شوینده صورت شروع میکنیم. این دوتا سایز کوچیک. سرم صورت برند استنادر ولی سایز کوچیک. این هم همشون سرمای صورته که یک بار مصرفه. این هم سرمای صورت یک بار مصرفه از برند لنکوم. کرم دور چشم سایز کوچیک استالاده. این هم کرمای دور چشم کیلزه که یه دونه‌شو وقتی باز میکنم تا چند روزی برام میمونه، پس یه دونه. کرمای مرطوب کننده. کرم دست از برند سفورا و ایبروشه. ریمل برند کلینیک سایز کوچیک. یه رژ لب خیلی کوچولو سفورا رنگ قرمز. اینم شامپو و ماسک مو. مرطوب کننده برند کیلز سایز کوچیک. مرطوب کننده لمر سایز کوچیک. اینم واتر ماجیک سایز کوچیک برند شارلوت تیبری. از 2 برند مختلف سایز کوچیک ماسک صورت برای اینکه پوستم شاداب بشه. اینم تونر از 2 برند مختلف. شب قبل از اینکه کرممو بزنم حتما باید تونر استفاده کنم. اسپری موی زارا که حالت دهنده موه و فر مو رو اکتیو میکنه سایز کوچیک. ضد آفتاب که البته فکر کنم مجبورشم سایز بزرگش رو بردارم چون همین یه دونه برام مونده و این برای 2 روز هم کمه. اینم کرم پودر از برندهای مختلفه که میتونم تو روزهای مختلف ازشون استفاده کنم برای آرایش. هر کدومشون برای 1 بار کافیه. 4 تاشو برمیدارم. یه عطر کوچیک اندازه انگشت. کرم بدن برند کیلز برای 2 روز کافیه. اینم پودر فیکس آرایش برند میکاپ فوراور سایز کوچیک. خیلی بامزه است. واقعا سایز کوچیکش خوشگله. من اینم خیلی دوست داشتم. خیلی خوب بود. این البته سایز کوچیکش نیست ولی خب چون کلا کوچولوه به عنوان رژگونه ازش استفاده میکنم. خیلی دوستش دارم. میلکه و اینکه کلا سایزش هم اینقدر. البته از کلش استفاده کردن اصلا حیف نشده. خیلی هم پربرکته. اینم اسکراپ کف سر. اینم از این تو درش میارم و اینم میبرم چون هر چند وقت من یه بار با این اسکراپا کف سرم رو حسابی ماساژ میدم و میگن خون جریان پیدا میکنه و خیلی خوبه. اینم برای پاک کردن آرایش. من ازش قبلا استفاده کردم. خیلی ازش خوشم اومده. برند کلینیک. اینم یه فیکس کننده آرایش شارلوت تیبری که خیلی خیلی خوبه و یه دونه هم ریمل ابروی بنفیت که بیشترین فروشو داشته امسال. اینم سایز کوچیک.